اگر در یک خانواده والدین کنترل داشته باشه و نفوذ داشته باشه و تأثیر داشته باشه، من فکر نمیکنم نیاز به کاکا و ماما و عمه ای باشه. بنابراین از این مطلب هم گرفته میتونیم که والدین کنترل ندارن یا هم مدیریت درست ندارن یا هم مؤثر واقع نمیشن روی اطفال. من فکر میکنم که بعضاً برای بعضی از مادرها و پدرها این مسئله سخت میشه. یعنی اونا میگن که چطور امکان داره، چطور جرأت کنم که به پدرم بگویم که پدر غرض نگی، یا مادر یا مثلا مادرم به من میگه که بچم ما 6 اولاد کلام کردیم، از تو که زیاد میفهم، تو چطور میتونی به ما بگویی؟ مثلا ما بعضا وقتی که میبینیم، تجربه کردیم در کودکستان، وقتی برای عروس میگیم یا به داماد به اصطلاح پدر که تو یک کار کو، از این که قدر خی مادر کلانش نقش داره، یک روز مادر کلانش بیار به جلسه که ما کتیو گپ بزنیم. درست است؟ شما هر دو شاغل هستین، هم مادر هم پدر وظیفه دارین. پس اگر یک امکانش است که این مادرش مادر کلان یک روز بیارین که کتیونا صحبت بکنیم که حداقل کودک آسیب نبینه. درست؟ بعد با ما گفته که استاد درست است، خوب است، بسیار خوب میشه استاد، ما خو نتونستیم، خودت اگه بتونی. باز برش میگم که باز دیگه جلسه که میگه والا استاد میگه نشد، همونطوری اسلام رقم خجالت زده میگن که والا استاد مایوس نشد. چرا نشد؟ والا ما پیشنهاد کردیم که در مورد فلانی جان یا استاد فلانی جان یا روانشناس فلانی جان گفت که اگر شما بیاین به جلسه، او به ما گفت که خب چرا بیم، دلیل خیرت است. ما بهش گفتیم که در مورد تربیت احمد یا محمود روانشناس به چیزا را داشت، بر ما گفت میخواه بر خودتان بگه. میگه بچه ما کل چیزا رو میفهم، ما قرار نیست که بعد از تربیت 6 اولاد حالا بریم پیش یک کسی که بیگانه است و او بر ما یاد بده، برو بچه ما 6 اولاد کلام کردیم.